اگه تو هم هر بار میخوای از هوش مصنوعی استفاده کنی بهت میگه پول بده، یا ازت میخواد اشتراک بخری، یا به خاطر انگلیسی بودن زبانش به مشکل میخوری و کلا بیخیالش میشی، راه حلش دست منه. هوش مصنوعی کوپایلت از شرکت بزرگ مایکروسافت. یه هوش مصنوعی با چند کاربرد. هم میتونی باهاش از چت جی پی تی نسخه 4 استفاده کنی که تو حالت عادی پولی و ماهی $20 اشتراکشه. هم میتونی از دالی نسخه 3 استفاده کنی که بهش متن میدی واسه تصویر میسازه. هم پشتیبانی زبان فارسی داره. برو صفا کن. وایسا خبر خوب اینه که نسخه اندرویدش آماده. بیا بهت بگم چجوری دانلودش کنی. قبل از شروع باید بگم که هوش مصنوعی کوپایلوت فابریک روی مرورگر ایج ویندوز 10 11 هست. اما برای نسخه اندرویدش کافیه بریم توی سایت بس هوش دوتایار، بریم توی قسمت چت بات، برنامه چهارمی هوش مصنوعی کوپایلوته. روی لینک دانلود از پلی استور کلیک کنیم و این هوش مصنوعی کوپایلوت.